مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک ارگان غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشد که در ماه اسد سال 1388 خورشیدی برابر با جولای سال 2009 میلادی توسط گروه از شخصیت‌های علمی و استادان پاهنتون در کابل تأسیس گردیده است. این مرکز از طریق گفتگوهای سازنده و تحقیقات بی‌طرفانه برای ارزیابی و انکشاف پالیسی‌ها در افغانستان و منطقه فعالیت می‌کند. مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی رسالت خویش می‌داند تا با ارائه تحقیقات علمی بی‌طرفانه، دقیق و پیشنهاد راهیافته‌های مناسب در مورد قضایای حاد و مهم افغانستان در پیشرفت و آبادانی کشور سهم بگیرد. این مرکز دارای یک شورای علمی متشکل از شخصیت‌های علمی و محققین شناخته شده در سطح کشور میباشد. اعضای شورای علمی مرکز و سایر نخبگان جامعه در بهبود جریان تحقیقات و فعالیت‌های مختلف این مرکز فعالانه سهم می‌گیرند. مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی از طریق فعالیت‌های گوناگون برای دستیابی به اهداف خویش تلاش می‌ورزد. سمینارها و کنفرانس‌ها، تدویر کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف روی موضوعات مهم افغانستان و منطقه برای زمینه‌سازی به گفتگوهای سازنده و ارزیابی و انکشاف پالیسی‌ها. مرکز مطالعات استراتژیک تاکنون چندین سمینار و کنفرانس داخلی و بین‌المللی روی موضوع صلح در افغانستان را برگزار کرده و با تأکید بر تأمین صلح و توقف جنگ در کشور طرح‌ها و راهیافته‌های مناسب را ارائه نموده است. در کنار این با تدویر سمینارها و بحث‌های ماهانه، قضایای مهم داخلی و منطقوی را در مورد تحلیل قراردادها و دیدگاه‌های نخبگان و شخصیت‌های اهل نظر روی مشکلات موجود در کشور را به نشر رسانیده است. مرکز مطالعات از طریق نشرات مرجع و دوامدار خویش به تحقیق و تحلیل قضایای مهم کشور، منطقه و جهان می‌پردازد. تحلیل هفته نشریه هفته‌واری است که روزهای شنبه به زبانهای پشتو، دری، انگلیسی و عربی به نشر می رسد و بعدها هزار تن به شکل الکترونیکی می رسد. در این نشریه تحلیل های بی‌طرفانه و دقیق روی تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان به نشر می رسد. مجله تحلیل، ژورنال 6 ماهه تحلیل نیز از فعالیت‌های تحقیقی مرکز است که در آن مقالات تحقیقی روی موضوعات مرتبط به افغانستان، منطقه و جهان نشر می‌گردد. رسائل استراتژیک، در کنار تحلیل هفته‌وار و ژورنال تحلیل، تحقیق‌های مهم مرکز در مورد قضایای مهم افغانستان و منطقه به شکل کتاب‌ها و رسائل استراتژیک نیز به نشر می‌رسد و تاکنون چندین کتاب و رساله استراتژیک را به نشر رسانیده است. گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی، این مرکز برای اولین بار وضعیت سکتورهای مهم کشور در 1.5 دهه پس از سال 2001 را به شکل بی‌طرفانه مورد تحقیق و تحلیل قرار داده است. در این گزارش روی سکتورهای صلح، سیاست خارجی، مهاجرین و بیجا شدگان داخلی، فساد اداری، اقتصاد، معارف و تحصیلات عالی و امنیت و جرایم تحقیق صورت گرفته است و نتایج سروی که در 6 شهر بزرگ کشور توسط مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی انجام یافته است نیز جابجا شده است. روابط با سایر مراکز تحقیقاتی، این مرکز برای تحقیق‌های دقیق و فراگیر در سطح منطقه در کشورهای پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکیه، لبنان و سودان با چندین مرکز معتبر تحقیقاتی تفاهم‌نامه‌های همکاری‌های دوجانبه را نیز امضا نموده است. مرکز مطالعات در رابطه با روابط دوجانبه و قضایای مهم منطقوی با مراکز مذکور سمینارها و کنفرانس‌های مشترک داشته و با هم در کنفرانس‌هایی که توسط آنها برگزار شده اشتراک نموده و طرح‌ها و تحلیل‌های خویش را ارائه نموده است. در کنار این، مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی با مراکز تحقیقاتی داخلی و سایر نهادهای ملی نیز روابط و همکاری‌های دوجانبه دارد و برای تقویت موقف‌های ملی در رابطه با قضایای مهم کشور با آنها تفاهم دارد. وبسایت، مرکز به زبان‌های پشتو، دری، انگلیسی و عربی دارای یک وبسایت معتبر و مرجع نیز است
که در آن تحقیقات و مقالات علمی در رابطه با قضایای مهم افغانستان، منطقه و جهان و گزارش‌های فعالیت‌های مرکز به نشر می‌رسد.